یکی از اصلی ترین موانع افزایش وسعت صدا و قاتل نوت‌های بالا عضله دایجستریک ماسل هستش. این عضله که به عضله بلع معروفه، کارش کمک رسانی به فرایند بلع هستش و در واقع بدون دایجستریک ماسل ما عمل بلع رو نمیتونیم انجام بدیم. حنجره برای رسیدن به نوت‌های بالا در آواز باید به یک سری از موانع غلبه بکنه که یکی از مزاحم‌ترین این موانع عضله دایجستریک ماسل. این عضله که دقیقاً زیر چانه قرار داره، با سفت شدن مخصوصاً در نوت‌های بالا مانع درست عمل کردن غضروف آریتینوئید میشه و در نتیجه نوت‌های بالا از دسترس ما خارج میشن. اگر انگشتتون رو زیر چانه قرار بدید، با رفتن به نوت‌های بالا سفت شدن این عضله رو به خوبی میتونید تجربه بکنید. در صداسازی تمرینات بسیار مهمی برای از کار انداختن این عضله در آواز وجود داره. برای اینکه یکی از این تمرینات مهم براتون ارسال بشه، شماره 20 رو کامنت کنید. یکی از اصلی ترین موانع افزایش وسعت صدا و قاتل نوت‌های بالا عضله دایجستریک ماسل است.